رسول اکرم صلی الله علیه و میگه یک کارسون تیلو را میوردن پیش تا میموندن، کوسه را خیلی میکرد، تیلو را تقسیم میکردن. خیلی میدادنش میگه یا رسول الله هدیه کنم، تقسیم کردن میگه. میگه یک آدم اومد دادش دیم روز اومد، دادش سیم روز هم اومد بته با کوسه تیلو را دادش. بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که بشیجگو یا نصیحت میگه گو نمی کوسه کارسون تیلو پیش اون رو باشه تا هر روز بیومد ترام یک کوسه تیلو میتون میگه عیاد نمرو هیچ وقت پولدار نمیشه. گفت چی با؟ گفت اگر بخوایی که پولدار شه قناعت کنی شیگر بود. 3 روز اومد اومدی یک کوسه دادیم. رسول اکرم صلی الله علیه و اخلاقش خیلی بود که هر چی را میگفتن عددی نه نداشت، چیزی میگفتن میدودتش. اگر نداشته باشه حجت چنامون را کار میکردن نتونه که خب میکرد، نه نمیگفت نه ها میگفت. اینقدر رسول اکرم صلی الله علیه و اخلاق داشت. بعد گفت میخوای که باشه، گفت بله، گفت قناعت که گفت بای میشه، صبر که گفت بای میشه. آدمایی را دیدم که حاجی جون نداره، هیچی نداره، نه که نه طلبیدن چی نکردن، خداوند بازی بچه‌هاشون هم حکیم کردگه هم چی کردگه. اون مردک اولم فعلش همای ای فرزندش محتاج نیست، فرزندش چی نمیگه. یکی آدمی را دیدم که عیانی مایدار بودم، می اومد میطلبید حاجی کلام هم شده طلبیدیست. ولی رسول اکرم صلی الله علیه و 1500 سال پیش گفت که تو هیچ وقت پولدار نمیشه، قناعت کردن در کن. یکی اشاره کو او آدمایی که میوین اذیت آزار میکنن میگیرن او هیچی نمیشه، نه چشمشون سیر میشه نه نفسشون. او هم خیلی آموختن، هم خیلی حرام خوردگی هم. فهمیدی؟ یکی انشالله خدا ترا هر کسی را مولش هم میدزدن او صبر کنه بگه الله چیزی رو ازش را پایده و یک امتیانی خدایی که اگر مول تا میگیره زن عزیز تا میگیره چیزا می صبر کردی انشالله خدا میگه من در آخرت در بهترین جایگاه را میتونم. یکی او آدمی که 100 سم میدزده خونش حرام میدروره 1000 سم حلالش میبره او هیچ وقت پولدار نمیشه. ترا با صاحبی آدمای رفتن خونه‌شون رو دزدن، پول 6 7 ماشین بردن. او آدما در ترما مردن، او آدما هیچی نشیدن. اولی هم اولادش کم بغل هیو یکی آدمی مرده و بعد ایو زن و خانه و در و ماشین رو حج رفت و او را خدای تعالی بود چی کرد؟ ایزن داد.